سلام دوستان عزیز، وقت بخیر. خیلی خوش آمدین به انگلیسی آسان و راحت. من علی خاوری هستم و این اولین ویدیو مکالمه در دانشگاه بین دو همکلاسی در این چینل می باشد که تازه به هم آشنا شدن. بیایید شروع کنیم. Hi, I think I've seen you in the English literature class. My name is Jawad. Oh, hi. Yes, I'm in that class too. My name is Amina. Nice to meet you, Jawad. Nice to meet you too, Amina. Are you studying for the upcoming test? Yes, I am reviewing some notes. What about you? I was just looking for a book. Do you usually study here? Yes, I like the quiet atmosphere. It helps me concentrate. That's great. Maybe we can study together sometime. Sure, that sounds like a good idea. و حالا میپردازیم به مرور بعضی لغات در این مکالمه. لغت شماره اول، ادبیات انگلیسی. English literature. English literature. English literature. لغت شماره دوم، امتحان پیش رو. Upcoming test. Upcoming test. Upcoming test. لغت شماره سوم، مرور. Review. 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 لغت شماره چهارم، معمولاً. Usually. 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 لغت شماره پنجم، فضا، اطراف. Atmosphere. 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 لغت شماره ششم، تمرکز. Concentrate. 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 لغت شماره هفتم، عالی. Great. 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 لغت شماره هشتم، بعضی اوقات. Sometimes. 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 لغت شماره نهم، مطمئناً. Sure. 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 دوستان عزیز، اگر انتقاد و پیشنهادی داشتین حتما کامنت کنین. 100% میخوانم. و برای ویدیوهای بعدی حتما چینل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فشار بدید تا از ویدیوهای بعدی آگاه باشین. تا درودی دیگر، بدرود.